سلام به همگی. با قیمت طلا حدود 6,200,000 تومان و دلار حدود 90,000 تومان اومدیم خدمتتون تا بهتون بگیم ما ایرانیا که شاید یه بودجه محدود هلوش 4-5 میلیون تومان داریم وارد کدوم ارز دیجیتال بشیم که در چند سال آینده شاید بتونه عقب افتادن ما رو از دلار و طلا جبران کنه. ماهایی که بودجه محدود داریم، پس بهترین کار اینه که امروز هوشمندانه سراغ ارزهای دیجیتال ارزون قیمت بریم و از این طریق بتونیم یه آینده خوبی رو برای خودمون رقم بزنیم. نگران این نباشید که علم کافی رو ندارید، من در کنارتون هستم. با آکادمی کریپتو بهترین اطلاعات روز دنیا رو بهتون میدم. اول از همه ارز دیجیتال ارزون قیمتی که میتونید سراغش برید کاردانو یا ADA هستش. کاردانو یه پروژه قوی با قیمت خوبه که میتونه یه پروژه مناسب برای سرمایه گذاری باشه. بعدی دوج کوین یا دوج هستش. دوج کوین که اولش یه ارز شوخی بود، تو سال گذشته یک عالمه رشد داشت و قیمتش خیلی مناسب و باعث شد خیلی ها بهش علاقمند بشن. حتی خیلی ها میگن دوج کوین در آینده‌ای مثل بیت کوین خواهد داشت. و در آخر یه نگاهی هم به پالیگان که به متک هم معروفه بندازیم. پالیگان یه ارز دیجیتال ارزونه که پتانسیل رشد قابل توجهی داره و این باعث میشه یه انتخاب عالی دیگه برای کسایی باشه که میخوان بدون خرج زیاد سرمایه گذاری کنن. اما یه نکته ای رو مد نظر داشته باشید، بازار ارزهای دیجیتال خیلی پرنوسانه. قبل از ورود به این بازار حتما با متخصصان این رشته مشورت کنید. مثل آکادمی کریپتو به حرفای ما گوش بدین، ضرر نمی‌کنید. و در نظر داشته باشین همیشه پولی رو بیارید تو این بازار سرمایه گذاری کنید که اگر همش رو هم از دست دادین خطرناک نباشه، بهتون آسیب نرسه. ما هم بهتون یه بودجه کم مثل 4-5 میلیون رو پیشنهاد می‌کنیم. ممنون که همراهمون بودین. کانالمون رو سابسکرایب کنید. ما در کنارتون هستیم تا بتونیم با هم دیگه یه رشد خیلی خوبی رو داشته باشیم. ما رو یادتون نره لایک کنید و به دوستاتون معرفی کنید. خدا نگهدار.